سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان با شما هستیم با وقایع اخیر خاورمیانه علل خصوص سوریه. روزهایی که توی سوریه سپری میشه کمتر کسی فکرشو میکرد. شاید میگفتن خیلیا سوریه به وضع عادی خودش برگشته و از این به بعد رنگ و بوی آزادی، نمیدونم، اقتصاد درست حسابی رو به خودش خواهد دید. ما میخوایم از اول با هم بررسی بکنیم و یک شبیه سازی از ایران پس از جمهوری اسلامی داشته باشیم. ببینیم اگر حکومت جمهوری اسلامی مثلا اتفاق برش بیفته، دوران پس از جمهوری اسلامی چه شکلی خواهد بود. همه چی برای سوریه از زمان سقوط بشار اسد آغاز شد. موقعی که تیتر روزنامه ها این شکلی بود که بشار اسد رفت، مردم سوریه خوشحالند، شاد هستند، توی خیابان ها ریختن و داره توی جشن پایکوبی ها شرکت میکنن و مثل زمان انقلاب ما میمونه دیگه، سال 57 مردم تو خیابان ها ریختن و فلان. جولانه اومده میاد رابطه ها خوب میشه فلان از این جور حرفا. خلاصه که خیلی شادی کردن، ایرانی‌ها رفتن، نمیدونم از این جور حرفا. حالا شادیاش هم تو این ویدیو با هم میبینیم، تو خیابون ها ریختند و یه تانک ها و فلان و از این جور حرفا. فرض کنیم حکومت ما برچیده شد، مردم ریختن کف خیابون، آزادی ببینم برای خواهرم، خواهرت، خواهرام، ریختن تو خیابون و فلان و جشن آزادی گرفتند و فلان و قرار آقای پهلوی برگرده به ایران. این ور آقای جولانی، اون ور آقای پهلوی، درسته؟ و خلاصه سراسر کشور توی شادی و فلان اینجور حرفا هستن. بعد این ور آقای جولانی وارد میشن، این ور آقای جولانی وارد حالا یک محلی میشن برای سخنرانی، از اون سمت آقای پهلوی وارد حالا کاخ پاستور میشن، حالا هر جایی وارد اونجا میشن برای سخنرانی. بالاخره با مردم میخوان صحبت بکنن، راجع به آینده صحبت بکنن، همینطور که آقای جولانی گفتن، از این جور حرفا. به نظرم قشنگ میشه تحولات سوریه رو با ایران منطبق کرد که چه اتفاقی میفته. آقای جولانی میاد صحبت میکنه با مردم، میگه که حالا از این به بعد ما اصلا حکومت اسد نیستیم، کاری نداریم به دنیا فلان از این جور حرفا، کاری هم به اسرائیل ما نداریم. بارها تمایل خودش رو نشون میده به اسرائیل که میگه آقا ما میخوایم با شما شریک بشیم، با شما متحد بشیم، با شما ما کاری نداریم، علیه شما اقدامی ما نخواهیم کرد، ما رو به رسمیت بشناسی، از این جور حرفا. که اول خب به استقبال میشه، آقای ترامپ میاد، آقای ترامپ استقبال میکنه، آقای جولانی به دیدار ترامپ توی عربستان میره، ترامپ میاد هرچی تحریم هست که دوره بشار اسد بود لغو میکنه و خب مردم میگن ای والله، مردم سوریه میگن ای والله چقدر کار خوبی، یکاش زودتر قیام کرده بودیم، از این جور حرفا. فرض کنیم توی ایران هم اتفاق میافتاد، آقای پهلوی میاد دیدار ترامپ تحریم ما لغو میکرد، بعد میگفت که مردم ایران ای والله بالاخره نمیدونم مایکروسافت قراره ایران بیاد، مکدونالد قراره ایران بیاد، قراره کل سرمایه گذاری بشه، از اینجور حرفا. درسته؟ پس چه اتفاقی میفته که ورق بر میگرده، اسرائیل حملات به شدت بزرگی رو خاک سوریه انجام میده و مواضع دولت جولانی هدف قرار میده. شاید نزدیک هزاران نفر کشته میشن تو این اوضاع. چه اتفاقی میفته که همچین موضوعی رخ میده؟ همونطور که نگاه میکنی که از ساختمان‌های اداری سوریه رو میبینی که به طور وحشتناکی، حتی اینا تو ایران قفله، تو جنگ 12 روزه همچین مورد ما ندیده بودیم، پخش زنده دارن میرن اینجا، خیلی جالبه. و همچین اتفاقی میفته. بن جویر میاد میگه که اصلا با جولانی نابود بشه اینجای کار. اینا همون کسایی هستن که
شاید تقریبا 1-2 هفته پیش بنر گذاشته بودن و جولانی هم تو اون بنر بود به عنوان حالا صلح و متحدان اسرائیل و از اینجور حرفا. چه اتفاقی میفته که اصلا بر میگرده، اسرائیل حمله میکنه به سوریه و زیرساخت‌های دولتی سوریه را میزنه و تهدید میکنه جولانی را به نابود شدن. باسا کامل مشخصه اصلا دنبال اسرائیل و آمریکا دنبال خاورمیانه ای هستن که هیچ دولتی نتونه درست حسابی سر پا بگیره و تضعیف بشه. اون دولت دنبال این موضوع هستن، دولتی بذارن سر مسند کار که اولا از خودشون باشه، دوما تو سری خور باشه، هر وقت خواستن حمله ای بکنن. البته جولانی هم کمکشون کرد، اصلا کاری نداره، الان داره میگه ما کاری با اسرائیل نداره، تو توانش رو نداره با اسرائیل حمله بکنه. دنبال یک منطقه‌ای میگردند، کشورهای کوچک کوچک کوچک، یعنی دنبال تجزیه سوریه، تجزیه ایران، عراق، لبنان، دنبال این چیزها میگردن که الان یه بخشی از سوریه رو اشغال کردن خودشون دیگه. بالاخره مشخصه توی اخبار ما هم ملاحظه میکنیم این موضوع رو. دنبال یک کشور کوچک میگردن بدون سلاحی، بدون هیچ زیرساخت درست حسابی، بتونن حکومت بکنن، بتونن آقایی بکنن به اون کشور. کمان که این کار رو میخواستن برای ما انجام بدن. حالا به نظر شما همچین موردی برای ایران هم رخ میداد یا نه؟ که 100%. ببینید توی فیلم هاشون هم بارها اشاره کردن به موضوع تجزیه ایران و خاورمیانه، علل خصوص ایران. اینا نمیتونن ببینن ایرانی 90 میلیونی با این مساحت وجود داره. اسرائیل اندازه یک خاک ایلام ماست، اندازه یک استان ما میمونه. اینا نمیتونن تصور بکنن که یک کشوری به این پهناوری 90 میلیون جمعیت و دارای یک حاکمیتی هستش. اصلا نمیتونن این چیزی رو ببینن و دنبال تضعیف هستن، دنبال تجزیه ایران هستن. بتونن همچین کاری را انجام بدن، انجام خواهند داد. کما اینکه 2-3 هفته پیش تو جنگ دیدیم، ما جنگ 12 روزه فکر کردن که میتونن این کار رو انجام بدن و اقدام کردن و تیرشون به سنگ خورد. تیرشون کامل به سنگ خورد و نتونستن اهدافشون رو ببرن جلو. فکر میکردن مردم باهاشونن، فکر میکردن مردم وقتی که حمله میکنند از داخل هم فروپاشی اتفاق میفته. مردم ایران رو نشناختن و ما مردم اگر با هم اختلافایی داشته باشیم ولی سر خاکمون، سر ناموسمون، سر وطنمون تعرض صورت بگیره، لحظی کوتاه نمیشینه. آقای نتانیاهو منتظر بودیم مردم از داخل بریزن بیرون. یه سری مردم بالاخره تعدادشون خیلی کم بود، قلیل بود، همچین کاری رو انجام دادن، به شما سرویس دادن فلان از اینجور حرفا، کاری با اونا نیست. ولی اکثریت مردم تقریبا همه اونا یه اپسیدونی در حد ناچیزن، اصلا قابل شمارش نیستن. ما تو ریاضی مبحثی داریم میگیم اپسیدون به سمت صفر میل میکنه. این مردمی که خائن وطن بودن به سمت صفر میل میکنن. آقای نتانیاهو، آقای ترامپ، شما نمیتونید بلایی که الان سر سوریه آوردید سر مملکت ما بیارید. ما اگر مشکلی داشته باشیم، ما اگر موردی داشته باشیم خودمون حلش میکنیم. الان شاید یه عده‌مون قبلا فکر میکردیم که اگر مشکلی داریم باید بریم با شبکه‌های معاند، کشورهای فلان بحث بکنیم و مورد حل بکنیم. با این جنگی که اتفاق افتاد مردم میگن اگر مشکلی داشته باشیم درون خودمون حل میکنیم. ما کاری نداریم به کشورهای دیگه، هیچ کدوم رفیق ماها نیستن. دوستان 1000 نفر، بیش از 1000 نفر از ما شهید شدن. از این 1000 خورده نفر شهید اکثریت غیر نظامی بودن. این که میگن با ما کاری ندارن دروغ محضه، دروغ محضه. با ما کاری ندارن. مگه میشه جشن ایرانی کشو میگیرن اسرائیلیا؟ با ما کاری ندارن؟ غیر ممکنه.
ما پشت هم هستیم. همین شد که معادلاتشون به هم خورد. سوریه رو ببینیم، درس عبرت بگیریم. قطعا آقای پهلوی بیاد، نمیدونم هر کسی دیگه ای بخواد بیاد توی مسند کار، اوضاعمون به مراتب بدتر از این خواهد شد. اصلا کشور یک پارچه ایران وجود ندارد قطعا اون موقع، اگر اتفاقی خدایی نکرده سر حاکمیت بیاد. ببینید تا وقتی یک کشور قوی هست، زور نمیتونن بگن این موضوع. اومدن 12 روز زور گفتن، اومدن براندازی رخ بدن نتونستن، اومدن رعب و وحشت بندازن، خب انداختن ولی نتونستن تا آخر این کار رو حالا ادامه بدن. بیچاره شدن واقعا. و ما مثل اسرائیل نیستیم، مردمان ما مثل اسرائیل نیستن که اصلا بخوان از کشور برن بیرون. رفتن بله، از تهران رفتن پراکنده شدن ولی که از کشور بزنن بیرون نه. رفتن بعضیشون شمال، خب شمال هم درگیری بود، مگه صدا پدافند نمی اومد؟ رفتن از پایتخت خارج شدن، ولی مثل مردم اسرائیل نبودن که با قایق فرار کنن سمت قبرس. نه، ما مردم ترسو نیستیم. ما 8 سال دفاع مقدس رو بزنیم آقای نتانیاهو و کلی شهید دادیم، کلی شهید دادیم که یک وجب از خاکمون اشغال نشه. شما هم کاری از پیش نمیتونین ببرین. در کل یک موضوعی که هست اینه که بحث حکومت قدرتمند، حکومت مستقل. ببینید افغانستان حکومت درست حسابی نداره، این وضعیت مهاجرینش و خودش و کشورش. عراق ببینید کسایی که دارن میرن پیاده روی اربعین میبینن هیچ تغییر، هیچ پیشرفتی نمیکنه. همش هم بعضی موقع نتیجه انفجار میاد فلان از این جور حرفا. تو لبنان، تو سوریه بابا آقای جولانی رفت جلو که بتونه کشور را مثلا به قول خودش نجات بده. چه اتفاقی داره میفته؟ الان سطح تظاهرات توی سوریه داره اتفاق میفته که درسته؟ تظاهرات مردم، مگه مردم همون نبودن که شادی میکردن روزای اول؟ پس چه اتفاقی میفته که الان دارن من تظاهرات انجام میدم؟ چه اتفاقی میفته که اسرائیل میگه آقا جولانی نباید وجود داشته باشه؟ یک بخشی از خاکش رو تصرف کردن. به ما رحم نخواهد کرد اگر حکومت خدایی نکرده ساقط بشه. اینکه فکر کنید واقعا نه آمریکا شریک ما میشه نمیدونم از اینجور حرفا، نه خیر، به ما رحم نخواهند کرد. شاید کوتاهی که سال 57 انجام دادن، شاید مثلا حالا باز کوتاه اومدن دیگه نخواهند آمد. اینا رو تکه تکه خواهند کرد. نمیذارن روی خوش ببینیم. من و توی ایرانی، هیچ کس دلش به حال ما نمیسوزه. شبکه‌های مانندی مثل اینترنشنالی که بودجهش رو یک کشور خارجی میده دلی به حال ما نمیسوزه. امیدوارم که از این درس سوریه ما عبرت بگیریم و یکم علایق شخصیمون رو بذاریم کنار، یکم ملیوار فکر کنیم. دوستان حالا بحث آزادی هست فلان از این جور حرفا، من نمیخوام وارد موضوع بشم، ولی یکم مثلا دقت بکنید سال 57 اوضاع چه شکلی بود، الان چه شکلیه. به مرور داره این موضوع شاید برطرف میشه. درسته؟ الان سال 57 به چه روزی بودیم ما، الان چه جوری هستیم ما. این موضوعات داره به مرور حالا ما کاری نمیخوام وارد بشم ولی داره حل میشه. میبینید که به چه صورتی هستش. الان وقت تضعیف حکومت نیست. اگر خدایی نکرده، من دارم به شما میگم اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفته، خودتون رو قاضی کنید، اتفاقات سوریه رو دنبال بکنید، ببینید آیا اون سوریه بشار اسد که حالا حداقل یه ذره امنیت توش بود بهتر بود، یا این سوریه که همش داره آماج حملات اسرائیل و اشغالگری رژیم صهیونیستی قرار میگیره. کلاتون رو قاضی بکنید ببینید با رفتن این حکومت آیا ما بلای سر مثل سوریه سر ما خواهد اومد یا نه، که قطعا خواهد اومد.
اینا نمیتونن کشوری بیش از 20 میلیون جمعیت بدن. ما 90 میلیون جمعیت با این پهناوری هستیم. به خودمون باید افتخار بکنیم. آقای پهلوی خاندانش مگه کشور را به حراج نذاشتن؟ تیکه تیکه نکردن. بیان روی کار قطعا باز باج میدند، باز تیکه تیکه میکنن کشور را. ولی خب کور خوندن. امیدوارم که یک ذره کسایی که خب فکر میکنن نه هنوز باید براندازی انجام بشه فلان، یک ذره فکر بکنیم. ما خب حکومت رفت، کی میخواد بیاد بالا سر؟ سوریه حکومتی نداره، این شد وضعیتش. عراق حکومت خاصی نداره، این شد وضعیتش. دوستان اروپا نیستیم، خاور میانه هستیم، جایی که پر از نفت و معادن و فلان و اینجور حرفا هستش. نمیذارن کشور مستقل زنده بتونه کاری انجام بده، بیچارش میکنن. باید پشت هم وایسیم، پشت حکومت وایسیم، کمان که این کارم ما کرده بودیم و تو این جنگ 12 روزه مشخص شد. تیرشون به سنگ خورد. منتظر بودم میگم مردم بریزن به خیابون، ولی ما پشت همدیگر وایستادیم. هر موشکی که به قلب تل‌آویو میخورد ما احساس شادی میکردیم، میگفتیم دمتون گرم، بخورید بخورید. آقای نادان، آقای اینترنشنال، آقای مناتو، BBC فلان، این رویایی که داری رو به گور خواهید برد. بحث تجزیه ایران، بحث براندازی حکومت، به گور خواهید برد. ما مشکلمون رو درون خودمون حل میکنیم. شما به فکر خودتون باشید. ما نمیذاریم این سوریه اتفاق بیفته تو ایران، این مورد دیگر اتفاق در ایران بیفتد. تو این تازگی 1000 نفر شهید دادیم. ما هستیم بران عهدی که بستیم. یه نکته دیگه هم قاج قاسم خیلی قشنگ صحبت کرد، گفت هر کسی تیری به سمت این نظام پرتاب کرد آواره شد. وضعیت حالا براندازهایی که حالا اون برهاب هستن مستاصلند اینا میبینیم. وضعیت حکومت سوریه، مردم سوریه. ایران اومد با 2 هدف بود دیگه، هم جنگ از مرزهای خودش دور نگه داره و هم حالا بحث فرقه های داعشی و فلان رو حالا برچیده کنه. مردم نخواستن، مردم سوریه عیبی هم نداره، بششن راحت باشه، استفاده کنن، لذت ببرن از این بمبگذاری اتفاقی که در اتفاق میفته. امیدوارم که این برنامه مفید واقع بوده شده باشه و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.